تابستون سال 1940 سوزش اروپا در جنگ جهانی دوم، نابودی کامل لهستان، شکست کامل فرانسه. ولی هیتلر به این پیروزی‌ها قانع نیست. حالا به یک دشمن بزرگتر فکر میکنه. اتحاد جماهیر شوروی. اتحاد جماهیر شوروی فقط یک کشور بزرگ نبود. شوروی غول صنعت بود. کشور پهناور با منابع طبیعی عظیم، جمعیت بسیار زیاد و توانایی بسیج میلیون‌ها سرباز. کارخانه‌های شوروی می‌توانستند حجم عظیمی از تانک‌ها، توپ‌ها، هواپیماها و مهمات تولید کنند. اما قدرت شوروی فقط به صنعت نظامی محدود نمی‌شد. شوروی عمق داشت، به طوری که اگر یک شهر سقوط می‌کرد، هنوز صدها کیلومتر سرزمین دیگر باقی می‌ماند. اگر یک ارتش شکست می‌خورد، ارتش دیگری می‌توانست تشکیل شود. از طرف دیگر، ارتش سرخ با وجود مشکلات و پاکسازی‌های سال قبل، هنوز یکی از بزرگترین نیروهای نظامی جهان بود. و مهمتر از همه، شوروی با فرانسه یا لهستان قابل مقایسه نبود. این کشوری بود که شکست دادنش نیاز به چیزی بسیار بیشتر از یک پیروزی داشت. اما هیتلر همچین چیزی نمی‌دید. هیتلر باور داشت که یک حمله برق‌آسا میتونه ساختار دفاعی شوروی رو از هم بکشه. و همینجا بود اولین و بزرگترین اشتباه هیتلر آغاز شد. در تابستون سال 1940 هیتلر دستور بررسی امکان حمله به شوروی را صادر کرد. فرماندهان آلمانی شروع به طراحی یک عملیات عظیم کردند و سرانجام در 18 دسامبر 1940 هیتلر فرمان شماره 20 را امضا کرد. عملیات بارباروسا. هدف مشخص بود. ارتش سرخ باید در غرب شوروی نابود میشد و حکومت شوروی باید قبل از اینکه بتواند خودش را بازیابی کنه شکست می‌خورد. اما هیتلر یک اشتباه اساسی داشت. او توانایی شوروی برای ادامه جنگ رو دست کم گرفته بود. موقعیت‌های آلمان در لهستان و فرانسه باعث شده بود هیتلر به قدرت ارتش خودش بیش از حد اعتماد کند. او فکر می‌کرد همان چیزی که در فرانسه اتفاق افتاد در شوروی هم تکرار می‌شود. اما شوروی بسیار متفاوت بود. فرانسه را میشد در مدت کوتاهی مجبور به تسلیم کرد. اما شوروی میتوانست عقب نشینی کند، نیروهای جدید تشکیل دهد، صنایعش را جابجا کند و جنگ را ادامه دهد. هیتلر در واقع با یک کشور نمی‌جنگید. او با یک ماشین جنگی عظیم روبرو بود. اما هنوز این موضوع را جدی نگرفت. و همین موجب اشتباه دوم هیتلر شد. بارباروسا بر اساس یک فرض بسیار مهم ساخته شده بود. جنگ باید سریع تمام شد. آلمان برای یک جنگ طولانی در اعماق شوروی برنامه‌ریزی مناسبی نداشت، چون هرچه ارتش آلمان جلوتر می‌رفت، فاصله‌اش از مرکز تأمین بیشتر می‌شد. سوخت باید منتقل می‌شد، مهمات باید منتقل می‌شد، غذا، قطعات یدکی و نیروهای تازه نفس همه باید سریعاً به جبهه می‌رسیدند. اما مشکل فقط فاصله نبود. راه‌های ارتباطی شوروی هم برای چنین حمله عظیمی آماده نبودند. راه آهن شوروی با سیستم آلمان تفاوت داشت. جاده‌ها در بسیاری از مناطق مناسب حرکت تعداد زیاد کامیون‌ها و تانک‌ها نبود و هرچه آلمان جلوتر می‌رفت این مشکل‌ها شدیدتر می‌شد. در هفته‌های اول سرعت پیشروی آنقدر زیاد بود که شاید این مشکلات چنان به نظر مهم نمی‌آمدند. اما بعد همین مشکلات تبدیل به یک بحران شدند. حالا به نقشه بارباروسا نگاه کنید. آلمان قرار بود از 3 محور اصلی حمله کند. در شمال لنینگراد، در مرکز مسکو و در جنوب اوکراین. 3 جبهه عظیم، 3 هدف بزرگ و قدرتمند و شکست‌ناپذیر و یک ارتش که باید همه آنها را همزمان پشتیبانی می‌کرد. مشکل این بود که هدف اصلی کدوم بود؟ مسکو، اوکراین یا لنینگراد؟ اگر تمام نیروها را به سمت مسکو می‌رفتند، ممکن بود مناطق جنوبی و منابع اوکراین نادیده گرفته شد. اگر نیروها به جنوب می‌رفتند، فشار روی مسکو کاهش پیدا می‌کرد. این اختلاف در اولویت‌ها بعداً به یکی از مشکلات مهم عملیات تبدیل شد. تابستون 1941 گروه ارتش مرکزی در حال حرکت به سمت مسکو بود. نیروهای زرهی آلمان با سرعت زیادی در خاک شوروی پیشروی کرده بودند.
اما هیتلر تصمیم گرفته بود توجه بیشتری به جنوب داشته باشد. بخشی از نیروهای زرهی گروه ارتش مرکز به سمت اوکراین منحرف شدند. این تصمیم بدون نتیجه نبود. برعکس، آلمان در اوکراین موفقیت بزرگی دست آورد و خسارات سنگینی به نیروهای شوروی وارد کرد. اما یک چیز از دست داد: زمانی که دیگر قابل بازگرداندن نبود. هر روز تأخیر یعنی فرصت بیشتر برای شوروی، فرصت برای به دست آوردن نیروهای تازه، تقویت دفاعها و آماده شدن برای مرحله بعدی حمله. وقتی نیروهای آلمانی دوباره به سمت مسکو حرکت کردند، شرایط دیگر مثل تابستان نبود. پاییز نزدیک شده بود و ارتش آلمان دیگر آن نیروی تازه نفس ماه ژوئن را نبود. شاید یکی از بزرگترین دشمنان آلمان در بارباروسا ارتش سرخ یا شوروی نبود، فاصله بود. شوروی کشوری با ابعاد عظیم بود. هر کیلومتر پیشروی به معنی چند کیلومتر بیشتر برای رساندن تدارکات بود. کامیون‌ها مسافت‌های طولانی‌تری طی می‌کردند. تانک‌ها فرسوده می‌شدند. قطعات یدکی کم می‌شدند. کوهرسانی سخت‌تر می‌شد. و بعد پاییز رسید. باران شروع شد. جاده‌ها گل‌آلود شدند. تانک‌ها و کامیون‌ها در گل گیر کردند. سرعت پیشروی کاهش پیدا کرد. ارتش آلمان برای جنگی طراحی شده بود که باید سریع تمام می‌شد. اما حالا طبیعت، جغرافیا و فاصله همگی علیه آن کار می‌کرد. حالا بیاین برگردیم به اول داستان. شوروی غول صنعت بود. آلمان می‌توانست هزاران تانک شوروی را نابود کند، اما شوروی می‌توانست هزاران تانک بیشتری تولید کند. می‌توانست کارخانه‌هایش را از مناطق تهدید شده دور کند و به سمت شرق منتقل کند. کارخانه‌ها جابجا شدند، تولید ادامه پیدا کرد و تجهیزات جدید وارد جبهه شدند. هیتلر انتظار داشت با نابودی ارتش سرخ شوروی فرو بپاشد، اما مشکل این بود که ارتش سرخ تنها بخشی از توان جنگی شوروی بود. پشت آن یک کشور عظیم قرار داشت، یک صنعت عظیم و جمعیتی عظیم که میتوانست برای ادامه جنگ بسیج شود. و اما مهمترین بخش داستان. در ابتدا بارباروسا قرار بود یک عملیات سریع باشد، اما عملیات سریع دیگر وجود نداشت. شوروی فرو نریخته بود. ارتش سرخ هنوز می‌جنگید. تدارکات آلمان تحت فشار بود. نیروها فرسوده شده بودند. پاییز آمده بود و زمستان در راه بود. اما هیتلر هنوز امیدوار بود که فشار بیشتر باعث فاشی شوروی شود. در واقع او به جای اینکه برنامه را با شرایط جدید تطبیق دهد، سعی می‌کرد شرایط جدید را مجبور کند تا با برنامه اولیه‌اش مطابقت داشته باشد. و این یکی از بزرگترین مشکلات فرماندهی او بود. پس آیا بارباروسا فقط به خاطر زمستان شکست خورد؟ نه. آیا فقط به خاطر قدرت ارتش سرخ شکست خورد؟ نه. آیا فقط به خاطر مشکلات تدارکاتی شکست خورد؟ بازم نه. شکست بارباروسا نتیجه مجموعی از اشتباهات بود. دست کم گرفتن شوروی، تصور یک جنگ کوتاه، گسترده کردن بیش از حد اهداف، از دست دادن زمان، نادیده گرفتن مشکلات تدارکاتی، دست کم گرفتن ظرفیت‌های صنعتی و انسانی شوروی. آلمان در ژوئن 1941 یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان را داشت، اما قدرت یک ارتش فقط به تانک و سرباز بستگی ندارد. سوخت لازم دارد، مهمات لازم دارد، غذا لازم دارد، تدارکات، زمان لازم دارد و مهمتر از همه درک درست از دشمن. هیتلر تصور میکرد با یک ضربه میتواند شوروی را از پا در بیارد، اما شوروی آن ضربه را تحمل کرد و وقتی مشخص شد که شوروی قرار نیست فرو بپاشد، دیگر آلمان وارد جنگی شده بود که برای آن آماده نبود. در 22 ژوئن 1941 آلمان به شوروی حمله کرد تا جنگ را سریع تمام کند، اما چند ماه بعد ارتش آلمان در نزدیکی مسکو متوقف شد و عملیات بارباروسا از یک نقشه برای پیروزی سریع به آغاز یک جنگ فرسایشی تبدیل شد. شاید بزرگترین درس بارباروسا همین باشه. گاهی خطرناکترین اشتباه یک فرمانده شکست خوردن نیست، اطمینان داشتن به پیروزی است که هنوز به دست نیامده.